گزارش امروزمون در مورد ایمپلنت، اینکه چه دندونایی یا حتما باید ایمپلنت بشه یا چه نوع ایمپلنت باید استفاده بشه یا مراقبتش به چه صورته. امروز در خدمت آقای دکتر قادری هستیم، می‌خوایم این سوالا اطلاعات بیشتر از آقای دکتر بگیریم. دندونی که دیگه ما نتونیم نگهش داریم با درمان‌های عصب کشی دندون یا روکش کردن یا ترمیم انجام دادن، یعنی آخرین راهی که برای نگه داشتن دندون وجود داره رو نتونیم اجرا کنیم، مجبور میشیم اون ناحیه رو با بهترین درمان ممکن که انقلاب جدیدی در دندون پزشکی با ایمپلنت اون ناحیه رو نجات بدیم. تو چی میشه که دندون کاملا از بین میره؟ یعنی با عصب کشی هم درست نمیشه. یکی عدم رعایت بهداشت و در صورتی که دندون دچار تخریب شده باشه، عدم مراجعه به موقع به دندون پزشک برای رفع مشکل دندون، در نهایت به کشیدن دندون و مجبور به جایگزینی اون ناحیه میشیم با ایمپلنت که ایمپلنت بهترین درمان ممکنه، چون صدمه‌ای به دندون کناری نمیزنه و تحلیل استخوان تو اون ناحیه نخواهیم داشت. دکتر قادری، سن خاصی داره برای ایمپلنت؟ مثلا از کودکی چه سنی داره یا بزرگسالان میتونن استفاده کنن یا نه؟ ایمپلنت از موقعی که رشد فکین تقریبا ثابت شده باشه میتونه انجام بشه. از حدود سن 18 تا 20 سال میشه انجام بشه الی سنین میانسالی و پیری. یا نگرانن که حالا این همه هزینه کردن، سختی کشیدن، این ایمپلنت پوسیده نشه یا مثلا دچار آسیب دیدگی نشه. آیا همچین چیزی هست یا نه؟ ببینید، این ایمپلنت به خاطر ساختار اون پایه‌ای که داخل فک و از جنس آلیاژ تیتانیوم دچار پوسیدگی نمیشه. روکش هم معمولا از ساختار زیرکونیا یا سرامیک هستش. اینا هیچ وقت دچار پوسیدگی نمیشن اگر بهداشت رعایت نشه یا یک سری از بیماری‌های سیستمیکی که کنترل نشده باشن، امکان داره که اون بافت لثه و استخوان اطراف ایمپلنت دچار مشکل بشه که اگر به موقع مراجعه نکنن مطمئنا میتونه برای ایمپلنت مشکل پیش بیاد. پس نکته مهم اینه که بهداشت فردی و بالاخره نخوردن زیادی شیرینی یا بالاخره مواظبت از دندون میتونه کار به اینجا کشیده نشه دیگه، هم سختی و هم هزینه آدم بده. درست آید؟ دقیقاً. بهداشت کامل، مراجعه دقیق و هر 6 ماه یک بار به دندون پزشک و مراعات کردن تغذیه‌ای. مسواک و نخ دندونم که خیلی مهمه، هر روز یا میگن روزی 2 بار بالاخره یا حتما شبا حتما استفاده بشه. بریم ادامه برنامه استودیو.